با امید تنصیحاتی شما دوستان مهربان نشر نوبتی سرخط رویدادها را تقدیمتان میکنیم. سلام عزیزان. امروز 14 فوریه از نوروزگی ساکنان بی‌برق سوخت و بالاخره اعلان شدن مبلغ فروش برق به خارج میگوییم. نزدیکان سیاستمدار زندانی توجیه گفتند او از راه رفتن مانده است. ادامه ریتو و بازداشت‌های مهاجران در روسیه و انتقال تابوت‌ها به وطن. موضوع دیگر را نیز داریم. کمیته ولایت فوق‌العاده توجیکستان میگوید در 18 ساعت شبانه روز گذشته امدادگران توجیک از زیر ویرانه‌ها در شهر قهرمان مرش ترکیه که در پای زمین لرزه به عمل آمده است 31 جسد را بیرون برآوردند. به همین ترتیب از روز 10 فوریه به این سو گروه 50 نفری نجات بخشان از توجیکستان 109 هلاک شده را دریافت کردند. در این بین به آنها میسر شد که 3 نفر را با شمول 2 کودک زنده پیدا نمایند. در ضمن آخر هفته گذشته وزیر کارهای داخلی ترکیه در جریان بازدیدش از قهرمان مرش به نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده توجیکستان اظهار سپاس نموده از نتیجه فعالیتشان ستایش کرد. طبق آمارها تا به این ساعت شماره هلاک شده ها بر اثر زمین لرزه در ترکیه و سوریه به بیش از 37,000 نفر رسیده است. پیوندان محمود دودینایف معاون محکوم شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی توجیکستان از مقامات زندان خواستند او را در بیمارخانه محبس بستری نمایند. آنها وضع سلامتی او را رقتبار نامیدند. ماه ینوری سال 2021 دادگاه محمود دودینایف را با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت به مهلت 14 سال به زندان محکوم کرد. نزدیکانش و خود او در دادگاه اتهام را رد نمودند. سازمان‌های حقوق بشر او را یکی از 200 زندانی سیاسی توجیک نامیدند. بودند. زبیده حکیم و همسر محمود دودینایف که چند روز پیش او را در زندان دیده بوده است، روز 13 فوریه به رادیو آزادی گفت شوهرش دچار فشار خون، بیماری دل بوده، از بسته شدن راه پیشابدان اذیت میکشد و بدون اسب بغل راه گشتن نمیتواند. مسئولان محبس وحدت و ریاست زندان ها به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رئیس اجنسی امور گفت سال گذشته توجیکستان به خارجه به مبلغ 106 میلیون دلار برق فروخته است. به قول جمشید نور محمدزاده سال 2022 به افغانستان 1.7 میلیارد و به ازبکستان 1.6 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات گردیده است. نور محمدزاده افزود یک قسم کمی برق به کشورهای دیگر داده شده است. خبرنگاران روز 30 ینوری امسال ضمن نشست خبری وزارت انرژتیکا درباره فروش برق به افغانستان و ازبکستان پرسیدند. ولی دلیر جمعه وزیر این نهاد و هم محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق توجیک از افشای معلومات خودداری نمودند. فروش برق توجیکستان به خارج همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با گرمی و روشنایی تامین شوند. این شب و روز شکایت های مردم از بولی داده شدن برق باز هم بیشتر گردیده است. دیروز گروهی از ساکنان خوجند در نزد اداره برق این شهر جمع آمده طلب کردند که برق در خانه‌هایشان روشن کرده شود. آنها از آن شکایت کردند که هم روزانه و هم شبانه روشنایی ندارند. در نواری که از خوجند به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که ساکنان نوروزی در نزد اداره برق طلب دارند رئیس آن و یا رهبری شهر به نزدشان برآید و عرضشان را بشنود. بینندگان عزیز، در دوام روز ما به این موضوع و به نشست خبری اجنسی امور برمیگردیم. هفته جاری باز یک تابوت مهاجر توجیک به وطن انتقال داده شد. نفری که نوا را فرستاد میگوید هلاک شده محمد صادق خوشوقتوف 29 ساله می باشد که در دهه سیلگی نویه 5 معلم زبان انگلیسی بود. اما به خاطر پیشبرد روزگار و بنیاد خانه ناچار پیشه خود را ترک کرده و به مردکاری رفت. روز 10 فوریه بر اثر صدمه نقلیاتی در مسکو جان باخته است. در 2 سال اخیر نزدیک به 15,000 معلم در توجیکستان کسب خود را کنار گذاشته و از این بین نصفشان به روسیه رفتند. سبب ترک پیشه کردن آموزگاران را مزد کم میدونند که ماهی از 700 تا 1000 سومونی را تشکیل میدهد که کمتر از 100 دلار آمریکایی است و مزد کمی در توجیکستان به حساب می رود.
کارمندان خدمات امنیتی فدرالی روسیه ضمن برگزاری عملیات ویژه در ولایت لنینگراد از یک خوابگاه بیش از 70 موج را بازداشت کردند که غیر قانونی در روسیه قرار داشتند. در خبرنامه خدمات آمده است دستگیر شده ها زادگان کشورهای می باشند که در آنجا خطر تروریسم خیلی بلند است. نسبت بازداشت شده ها پرونده مأموری ترتیب داده شده به احتمال زیاد از روسیه اخراج کرده می شوند. از این پیشتر در پترزبورگ مقامات حفظی حقوق در میان مهاجران تکثیران رید گذراندند. در مجموع 300 ماشین مسافربر تفتیش شده، 11 تکثیران برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت به مجازات مأموری کشیده شدند. گفته می شود عملیات هفته‌های آینده نیز در مناطق گوناگون روسیه ادامه خواهد کرد. در ولایت ختلان 119 مکتب در منطقه‌های قرار داشتند که به آنها خطر حادثه‌های طبیعی تهدید می‌کرده است. طبق گزارش رسمی در این مؤسسه‌های تعلیمی حدود 50,000 نفر خواننده تحصیل داشتند. این رقم در نشست خبری کمیته حالت‌های فوق‌العاده ختلان ذکر گشته گفته شد که 49 مکتب در باختر و 70 تایش در کلوب جایگیری بوده است. در یک سال اخیر در ختلان 3 حالت فوق‌العاده به قید گرفته شده است و ضرر آن بیش از 799,000 سومونی حساب شده است. سال 2022 در تاجیکستان در مجموع 800 آفت طبیعی از جمله سیل و ترمفرایی و زلزله به عمل آمده است. دوستان عزیز، حالا فرصت اعلان قرب اسعار خارجی در تاجیکستان رسید. امروز 14 فوریه نرخ روبل روسی اندکی پایین و ارزش دلار و یورو کمی بالا رفته است. به همین ترتیب 1000 روبل روسی بر عوض 141 سومونی پیشنهاد می شود. 1 دلار 10 سومونی و 41 درم و 1 یورو باشد 11 سومونی و 13 درم است. بینندگان گرامی، صحبت من با شما در برنامه اخباری آزادی ادامه خواهد یافت. خیر خوش نمی کنیم.